با سلام و درود بیننده عزیز، برنامه اخباری آزادی را تقدیم شما میکنیم. همکاران هم در دوشنبه و پراگ آخرین خبرهای جهان و تاجیکستان را گرد آوردند. امروز 4 مارس است. به سرخط خبرها توجه کنید. در حالی که ایرانی ها از سرنوشت مینبعده خود نگرانند، رهبران امریکایی از آنها دعوت دارند که به پا خیزند و حکومت را به دست گیرند. ما امیدواریم که مردم ایران به پا خیسته حکومت این کشور را برکنار و سرنوشت نوی بنیاد خواهد کرد. کارشناسان آسیای مرکزی و تاجیکستان تاکید میکنند که نزاع در خاورمیانه به وضع سیاسی و اقتصادی منطقه تأثیر خواهد داشت. بندرهای چابهار و بندر عباس ایران و بندرهای گوادر و قراچی پاکستان در نقشه داشتن، این سمت پورا بسته می شود. حکومت تاجیکستان به 2 شرکت وطنی اجازه داده است که در ساحل رود 5 در مرز با افغانستان زرشویی کنند. از آغاز حمله های امریکا و اسرائیل به ایران 5 روز می‌گذرد. روز گذشته هزارها نفر به کوچه های شهر میناب واقع در جنوب ایران برآمدند تا در مراسم اعزای بیش از 100 شاگرد مکتب دخترانه اشتراک کنند که روز 28 فوریه مورد حمله قرار گرفت. ایالات متحده آمریکا و اسرائیل گفتند که درباره هیچ حمله به مکتب میانه خبر ندارند، ولی مقامات ایران همین 2 کشور را برای مرگ مکتب بچه‌ها گناهکار می‌دانند. در آغاز حمله ها علی خامنه‌ای رهبر عالی ایران نیز کشته شد و بسیاری از ساکنان که از سیاست‌های ناراضی بودند شادی کردند، ولی برخی از ایرانی‌ها اکنون نگرانند که دوام کار چی می‌شود. همکارم کیومرثی عطا گزارش می‌دهد. در حالی که ایالات متحده و اسرائیل بمباران گسترده ایران را که گفتند هدفش نابودی حاکمان روحانی این کشور است ادامه می‌دهند، ایرانی‌ها را ترس و امید در پنجه خود گرفته است. در حمله‌های هوایی از 28 فوریه به این سو اکثر رهبریت از جمله رهبر عالی ایران آیت الله علی خامنه‌ای کشته شد، ولی همچنین در نتیجه آنها طبق اطلاع سازمان‌های مددرسان محلی صدها نفر آسایشته کشته و مکتب و بیمارخانه‌ها ولنگار گشتند. ما از خبر مرگ خامنه‌ای خوشحال بودیم، اما حالا این بمباران‌های شدید مرا نگران می‌کند. ایران نباید نابود و پراکنده شود. امیدوارم که آینده روشن است. مرگ خامنه‌ای را که رهبر خودکامه بوده نزدیک به 40 سال ایران را با مشت آهنین اداره کرد، برخی ساکنان در خیابان‌های ایران جشن گرفتند، ولی ذهن بسیاری‌ها زود به آن روانه گشت که بعدش چی خواهد شد. حمله یکجایه هوایی امریکا و اسرائیل به ایران عمر نظام اسلامی ایران را زیر خطر گذاشته است. برخی هراس دارند که اگر جمهوری اسلامی فرو پاشد، این کشور با اهالی نزدیک به 90 میلیون و خلق و قومیت‌های گوناگون به مثل کشورهای همسایش عراق و افغانستان به جنگ شهروندی و هرج و مرج گرفتار می شود. بمباران‌ها دهشتناکند و ما میشنویم که حمله‌های هوایی ایالات متحده آمریکا و اسرائیل به محله‌های استقامتی ضربه میزنند. ما شبانه خواب کردن نمیتوانیم و یکی از سگ‌هایم از ترس در حمام پنهان میشود. ایالات متحده و اسرائیل از ساکنان ایران دعوت کردند که به پا خیزند و حکومتشان را به دست گیرند. ما امیدواریم که مردم ایران به پا خیسته حکومت این کشور را برکنار و سرنوشت نوی بنیاد خواهد کرد. ما باور داریم که این عمل امکان پذیر است، ولی تاکید میکنم که هدف از عملیات فعلی برهم زدن امکانات موشک‌های بالستیکی و امکانات بحری آنها میباشد. اما در خیابان‌های کلانترین شهرهای ایران نشانه از خیزش نیست. کوچه ها خالی و ساکتند و از طرف نظامیان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروهای گروه نیمه نظامی بسیج پاسبانی می شوند. ماه ینور امسال حکومتداران اعتراضهای عمومی را در ایران بیرحمانه سرکوب و هزاران نفر را کشتند. این بزرگترین تهدید به حکومت در 10 ساله ها بود. در حالی که ایالات متحده و اسرائیل به بمباران نهادهای امنیتی و دولتی ادامه می‌دهند، در تهران شهر با 10 میلیون اهالی بسیاری ها از خانه نمی‌برآیند. جمعیت هلال احمر ایران خبر داده است که از آغاز حمله ها تا روز 3 مارس کشته شدن 787 نفر را ثبت کردند. سازمان فعالان حقوق بشر در ایران که قرارگاهش در امریکاست گزارش داد که 742 ساکن ملکی از جمله 176 کودک جان باختند. یک زن 27 ساله در تهران میگوید بسیاری ها انتظار شنیدن خبر مرگ خامنه‌ای بودند
ولی صدای ترکش و جان باختن کودکان مردم را غمزده کرده است. تأثیر جنگ در ایران نه تنها در این کشور بلکه به وضع سیاسی و اقتصادی منطقه نیز تأثیر رسانده است. همکارم ارشاد سلیمانی و امیر عیسایف با کارشناسان صحبت کردند که تأثیر ناآرامی در ایران به تاجیکستان و منطقه چی هست؟ بی‌ثباتی، افزایش افراطگرایی و تروریسم، بسته شدن راه‌های تجارت حمل و نقل و بی‌ارزش شدن اصولهای حقوق بین الملل. تحلیلگران تاجیک به این پیام و پیامد حمله روز شنبه امریکا و اسرائیل به ایران و کشته شدن رهبر عالی این کشور اشاره می‌کنند. قاسم بیگ محمد، تحلیلگر مسائل سیاسی، بر این است که آنچه در این شب و روز در ایران اتفاق می‌افتد نه تنها برای خاورمیانه بلکه برای مناطق پیرامونی از جمله آسیای مرکزی که در همسایگی با افغانستان و به صورت مستقیم از طریق ترکمنستان و بحر خزر با ایران هم مرز است می‌تواند پیامدهای زیاد داشته باشد. ایران مسیر حمل و نقل، مسیر ترانزیت کالا، دسترسی به آبهای آزاد برای کشورهای آسیای مرکزی ضمناً یکی از کوتاه‌ترین و امن‌ترین مسیرها به شمار می رفت که برای آسیای مرکزی در شرایط بحران افغانستان و همچنین مسیر روسیه این مسئله از اهمیت فوق‌العاده بالای برخوردار بود. از دید این تحلیلگر ایران برای تاجیکستان جدا از تفاوت‌های نظام یا ایدئولوژی یک عنصر هویتی تمدنی مشترک در شرایط کنونی جهانی را دارد که ما شاهد تشکیل اتحادیه‌ها و ائتلاف‌ها بر اساس و مبنای تعلق زبانی و نژادی هستیم. جنگ امریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی وارد روز چهارم خود شد و معلوم نیست که چقدر طول می‌کشد. اگر جنگ ادامه یابد برای ما یک اندازه تاثیر منفی میرساند به آن خاطری که همه کشورهای آسیای مرکزی یک راهکاری را برای رفتن به سوی آبهای گرم به ویژه برای برآمدن به اقیانوس هم از قلمرو ایران و هم از قلمرو افغانستان به ویژه بندرهای چابهار و بندر عباس ایران و بندرهای گودر و قراچی پاکستان در نقشه داشتن این سم پورا بسته می شود. دالان میانی با وجود تمام اون روایت سازی های و تبلیغات گسترده که درباره آن هست توانمندی نه بیش از 25 میلیارد تن در یک سال اونم پس از 2030 دارد که این تقریبا سمت غرب را برای کشورهای آسیای مرکزی بسته میکند. رضایان به موجودیت راه‌ها به چین و راه‌های ترانزیتی شمالی خصوصا از طریق روسیه اشاره میکند، اما میگوید این وابستگی کشورها را از قطب‌های گوناگون که دعوای فرادستی در آسیای مرکزی را دارند بیشتر میکند. در برابر تاثیر منفی اقتصادی اگر جنگ دوامدار شود، محمد شمس‌الدینов تحلیلگر مسائل منطقه بحران امنیتی را یکی از چالش‌های بزرگ برای خاورمیانه، آسیای مرکزی و باقی کشورها می‌داند. مرزهای جنوبی ما منطقه پرتنش باقی میمانند. در صورت از دست دادن نظارت بر سرحدها ما میتوانیم با موج گریزه ها اینچنین فعال شدن گروه های مختلف افراطی روبرو شویم. این مجموع عامل ها میتواند به امنیت داخلی ما تاثیر منفی رساند. پروفسور جامعه شناس مظفر عالیموف میگوید امیدواری هایی که بحران تا جنگ نمیکشد و با راه‌های سیاسی و دیپلماتی حل می شود برآورده نشد و عاقبتش ناگوار است. اما باید ما حدالامکان چاره جوییم که ضررش به ما کمتر باشد یا به منطقه از جمله به تاجیکستان ما که بسیار کشوری حساس است، امکانات‌های برایش به بیرون بسیار محدود است. از این نقطه نظر برای ما مهم است که مهم باید باشد که ما باید همه این چیزها را به نظر بگیریم. هرچند هم صحبتان رادیو آزادی روی طولانی شدن این جنگ کمتر تاکید می کنند، اما آن را کاملا استثنا نمی دانند. از نظر آنها پیامدهای اصلی این بحران به ادامه چگونگی اوضاع وابسته است و هر تغییر
در راهکار و راهبرد جانب‌های درگیر، پیامدهای گوناگون برای امنیت خاورمیانه و در کل برای اقتصاد و روندهای ژئوپلیتیکی جهان از جمله تاجیکستان داشته می‌تواند. سلام، اگر خط و خبر می‌خواهید ما داریم. نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش‌ها و تحلیل‌ها. چی می‌گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. ضمیمه یا اپ ما را بگیرید. برمیگردیم به موضوعهای تاجیکستان. در ناحیه شمسدین شاهین شورابادی سابق بعد 2 شرکت اجازه دادند که در ساحل رودی 5 در مرز با افغانستان زرشویی کنند. تاجیکستان با افغانستان قدقد ساحل رودی 5 بیش از 1000 کیلومتر مرز دارد. حکومت طالبان از آن سوی مرز اجازه دادند که در ساحل این رودخانه ساکنان زرشویی کنند، ولی حکومت تاجیکستان تنها حالا در ناحیه شمسدین شاهین با 2 شرکت چنین اجازه داده است. محمود جان رحمتزاده از این ناحیه مرزی گزارش آماده کرده است. از روز ما در سرچشمه قرار داریم. ایو کرام افغانستان این افغان کار کردن که از زوادی بیبرت آمدیم استاناف تکیون بودیم. تاجیکستان برای زرشویی در لب دریای 5 در مرز با افغانستان به هر کس اجازه نمی‌دهد. اما 2 کارخانه در ناحیه شمسدین شاهین حق پیدا کردند که طلای پاشخورده را در منطقه کار کرد کنند. نام کارخانه ها و مالکان آنها نامبر نمی شود. دقیق نیست، طور گمان می رود آنها شخصانی نزدیک به منصبداران بلندپایه هستند یا صاحبکاران عادی. کارخانه‌ای که در مرز سرحد واقع هستند، در آنجا 2 کارخانه کلان است و کار فعالیتشون برای کارکرد طلای پاشخورده. در ناحیه های دیگری تاجیکستان که با افغانستان هم مرزند، آدمان اجازه کار در ساحل دریای 5 را ندارند. برای مثال در حدود ناحیه درواز مقامات قدقد دریای 5 سیمخوار کشیدند. ساکنان برای وارد شدن به آنجا باید رضایت مرزبان ها را بگیرند. ناحیه شمسدین شاهین از اولین ناحیه های بوده است که در نزدیکی رودی 5 کارخانه کارکرد طلا تأسیس داده است. در ناحیه کارخانه‌ای که کلان عظیم است ما واقع گرفتیم. حاضر 3 کارخانه‌ای که ما قرار حکومت جمهوری تاجیکستان قدیم واقع گرفتیم. از این پیش شرکت شاهین CM در ناحیه شمسدین شاهین با جلب تجهیزات و کارگران چینی اجازه زرشویی را در ساحل دریای 5 پیدا کرده بود. نام شرکت پس از آن رسانه‌ای گشت که بر اثر 2 حمله از خاک افغانستان در سالهای 2024 و 2025 چند کارگر چینی آن کشته شدند. تاجیکستان تا سال 2023 نه به مردم عادی و نه به شرکت‌ها اجازه کار در ساحل رود 5 را نداده بود تا زمانی که در آن سوی مرز در افغانستان زرشویی و استخراج طلا زیاد شد. حالا تاجیکستان برای کارکرد طلای پاشخورده در لب دریای 5 2 کارخانه ساخته است، ولی معلوم نیست که تا چه حد کامیاب خواهد شد. در 2 سال اخیر بیش از 1000 کس در صدمه‌های نقلیاتی در تاجیکستان به هلاکت رسیده، قریب 3000 کس دیگر مجروح شدند. این آمار را محمد علی وطنزاده وکیل مجلس نمایندگان در مطلب در روزنامه پارلمانی صدای مردم نشر کرده است. به نوشته این وکیل 90% ساکنان در صدمه‌های هلاک یا زخمی شدند که سببش رعایت نکردن سرعت حرکت در راه، برآمدن به سمت مقابل و رعایت نکردن قاعده‌های سبقت است. ماه فوریه امسال پارلمان تاجیکستان جریمه برای رعایت نکردن قاعده‌های حرکت راه را زیاد کرد. یک سبب سخت‌تر شدن جزا به نوشته محمد علی وطنزاده پیشگیری از صدمه‌های زیاد در راه‌ها است. طبق آمار وکیل سال 2025 در تاجیکستان نزدیک 900,000 حالت ویرانکنی قاعده حرکت در راه ثبت شده است که در قیاس با 1 سال پیش 27,000 مورد زیاد است. سالانه در صدمه‌های نقلیاتی در تاجیکستان صدها کس کشته می‌شوند.
برنامه با همین به پایان رسید. خدا نگهدار شما باد.